آمدم که در جلسه‌ای که در این جزیره برپا شده و در اون پنل های مختلفی هست در مورد دموکراسی و اتحاد، مخصوصا برای اروپا، میخوام صحبت بکنم. 2 تا سخنرانی دارم. سخنرانی من بیشتر ناظر به شرایط منطقه خاورمیانه و کشورم ایرانه. میتونه شرایط بدتر باشه اگر که رژیم جمهوری اسلامی ایران روش خودش رو عوض نکنه و دیپلماسیش رو بهتر نکنه. همونطوری که میدونید اینا هدفشون گسترش نفوذ خودشونه و در بقیه کشورها دخالت میکنن. این وضعیت رو خطرناکتر میکنه. در سالهای گذشته دموکراسی در اغلب کشورهای جهان یک قدم عقب‌تر رفته و شرایط بدتر شده. از این لحاظ برای تغییر این وضعیت و بهتر کردن دموکراسی، این مردم شهروندان و به خصوص نسل جوان بایستی به اهمیت بدن به افرادی که انتخاب کردن و اونها رو دائما تحت نظارت بگیرن. اجازه ندن که کسی که انتخاب کردن هر طوری دلش میخواد رفتار بکنه. در درجه اول مایلم بگم از برگزیت من بسیار متاسفم. من خودم به عنوان یک کسی که در انگلیس بودم با این انتخاب موافق نیستم. اتحادیه هر چقدر تعداد از کشورهاش بیشتر بشه قوی تره و برای اینکه قوی تر عمل بکنه بایستی خیلی از کشورها به تصمیماتی که گرفته میشه اهمیت بدن. ما الان میبینیم مثلا قانونی وضع میشه، تصمیمی گرفته میشه، بعضی از کشورهای اتحادیه بهش گوش نمیکنن. این روش درست نیست، باعث تضعیف این اتحادیه میشه. ایتالیا مانند هر کشوری گاهی اوقات یه قدم جلو میره، گاهی اوقات یه قدم عقب میره و من فکر میکنم هم ایتالیا و هم هر کشور دیگری رو برای اینکه ارزیابی بکنیم در مجموع باید به رفتار مردم نگاه کنیم، به رفتار شهروندان و برخوردی که با افراد منتخب میکنن. دولت ها میان و میرن، این مردم هن که باقی میمونن و من خوشحالم که میبینم مردم ایتالیا بسیار علاقه‌مند به دموکراسی هستند و با علاقه پیگیری میکنن حوادثی که در کشورشون اتفاق میفته و نظارت میکنن بر منتخبین.